سلام علیکم. دولار جان امی تو را میبینم خرسند میشم. رحمت ابلا جو رحمت. و برای کی تو من امی خرابه که خوش روه راه گشتن هم عذاب نمیکشی ها؟ اینا ما همه بازار پیاده همه عذاب کشیده اومدم تا اینجا. نمیدونم چیکار کنم که کم ترک خراب شد. گوش کن اکه ابلا. من در مانگاهی رقم 14 رو. خب در همانجا اصول نوی توبت هست. برای خراب شوی. و ما همین قدر دکترها رفتم تمام داروها رو خوردم برعکس فربه شدن گرفتم. نه همون در مانگاهی رقم 14 رو. 14 یا یک 4 فهمیدم. خیلی مالش ها دیده من. دروی السلام علیکم. و علیکم السلام. ممکن بیایید برادر این خبر بر جا مونده کجایتون درد میکنه؟ موی ریشم. موی ریشتان؟ ایستید که برادر شما سحری چی خورده بوده؟ همین سهر خب نام و یخ. ببخشید برادر شما را نه دردتون با آدمیزاد مانند است و نه خوراکتان برای روزی کاری هم دراز مرا اصلی نکنید برای موی ریشم در میکنه. خب مرحبا نوبتی کیست؟ ممکن دکتر جان؟ ممکن بیایید سلام علیکم بیایید شیره مرحبا شیره میگه نه برادر چی شکایت داری؟ دکتر جان لبه من میخوام کمتر خراب شد. شما با همین فربگیتون میزیبه خرابشوی برای چی با؟ نه بسیار عذاب میکشم. عذاب میکشه؟ خوابه وقتی همین راه رفتن در خونه اومدن بسیار عذاب میکشم. شب خوابتون چی خیلی خوابتون مز میبره؟ خواب نمیبرم. نمیبره؟ نفسم بسیار میگیره. یکان آشیانه های بلند برمانن نفستان هم دشواری میکنه؟ همین 9 متر زندگی میکنیم نفس میگیره. ببخشید کنی یک دهانتون کم ترکه کشوید؟ خوب پیش یکان کسلی زرپروین دامنه نشده؟ نه خدا را شکر یکان کسل ندارم دکتر. خب نباشد یکان دارو دیگه خیلی دارو استفاده بوده برای خراب شوی؟ بردم. همه تمام این داروهایی که دکترها می نوشتن استفاده بردم. لیکن فایده نکرد. نباشد حاضی من به شما یک تا اصولی تبابت گپ میزنم. خب انا همون کتی البته خراب شوی می شود. سحری 4 دانه پیچه 1 پیاله قیماق اوقات نصف روزی به 6 دانه پیچه 1 پیاله جرغاد بگاهی باشد باز 4 دانه پیچه 1 پیاله قیماق انا خراب شد. رحمت باشه سلامت باشه تیسر خراب شد مالش ریشم در میکنه دکتر جان لبه یک چیز رو نفهمیدم. چیز را همین گفتگوی شما رو پیش از خوراک استعمال کنم یا بعد خوراک؟